یک بری صاحب بیا هم خبرونه تشرح خلاص تاسو ورکړلی کوو. ستاسو په اند افغانستان کې په خاص توګه عامه اړیکې شتون لري. آیا په اداراتو کې ځینې کسان دي ځان د عامه اړیکو متخصصین بولي، کارپوهان بولي؟ ستاسو نظر څه دی په افغانستان کې عامه اړیکې له کوم اهمیت څخه برخورداره دي؟ سر کې ټولو ښاغلو ملګرو ته استاد محترم او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې د عافیت به جمع سنبال اوسید. درود و حرمت به همه شما خوبان عزیزان و بیننده های عزیز و امید که همه شما عزیزان لباس عافیت به تن داشته باشید. چنانچه حرفایی که دوستان گفتن درباره افکار عمومی، روابط عمومی و چه حرفی که استاد در نخست یاد کرد، اولین یا مقدمت در تمام بخش‌ها یا اینکه یک چیز از عدم، یک چیزی که از هیچ وجود میگشه فکر است و ما با فکر شروع میکنیم، از فکر به رفتار، گفتار و از گفتار به رفتار و عادت و به یک شخصیت تبدیل میشیم. در افغانستان میتونیم روابط عمومی را مختصر تعریفی بکنیم که روابط یا ارتباطات عمومی جمعی از افکار عمومی یا در برگیرنده افکاری است که در یک کشور وجود دارد. ما ارتباطات خود را منشأ یا منبع اصلی خویش پس جامعه خود قرار میدیم. بر اساس جامعه خود ما روابط عمومی خود را تشکیل میدیم. یعنی پس برمیگردیم به جامعه تشکیل دهنده روابط عمومی یک کشور می باشد. امروز ما در کشور خود روابط عمومی داریم، مگر یگان بخشی که یا در نظر نگرفته شده در بخش روابط عمومی مفهوم کلی روابط عمومی است. معنی اصلی روابط عمومی چیست؟ امروز ما در بخش روابط عمومی بیشتر کسایی را مقرر کردیم که اصلا تخصص در بخش روابط عمومی ندارند یا معنی روابط عمومی را نمیفهمند. روابط عمومی پایگاه یا هم بگوین یگانه نکته مثبت یا هم پوینت مثبت یک سازمان است که سازمان بر او میچرخد و عنصر مهمش پس جامعه یا مردم یا هم مشتری میباشد که مردم متقابل با آن روابط عمومی میباشه. اگر روابط عمومی در سازمان نباشه ما نمیتونیم با مشتری یا با مخاطبای خود ارتباط داشته باشیم. امروزه ما سازمانهایی داریم که بلافاصله با مردم یا با مخاطبان خود ارتباط درست ندارند و روابط عمومی به گونه‌ای که باید اجرا میشد نشده. در بیشتر سازمانهایی که مثلا ما برش ضرورت داریم، چه بخش اجتماعی باشه، چه بخش اکادمیک یا آموزشی باشه یا بخشای که فرهنگی باشه، کلا بخش روابط عمومی یکی از گزینه‌های مهم است که باید در نظر گرفته شده است. از ایده خود یا فکر خود میتونم بگم که در افغانستان تا حالا حدود درصدی بسیار کم تطبیق شده که یعنی بخشی که تا فعلا در افغانستان نوست روابط عمومی است و بخش بسیار مهم هم است. اگر ما روابط عمومی در کشور خود نداشته باشیم به نظرم نمیتونیم ارتباط خود و حتی مردم خود حداقل اقناع بکنیم، حداقل آنها را رضایت بخش بسازیم که شما از سازمان یا دولت یا حکومت یا هر بخشی که شما با آنها در ارتباط هستید آنها و شما با هم راضی هستید. به خاطر که یکی از مدل های روابط عمومی هست بخش رسانه یا بخش ارتباط رسانی است که شما باید با مخاطبان خود در مقابل در تماس باشید. شرکت یا هر آن چیزی که وجود پیدا میکنه به خاطر مشتریش است. مفاد من در مشتری من است. اگه دولتی تشکیل میشه به خاطر مردم تشکیل میشه. پس به نظرم روابط عمومی یگانه وسیله است که مردم را با دولت در ارتباط قرار میده. و فعلا که اهمیتش اگر حرف بزنیم اهمیت روابط عمومی بسیار زیاد است. ستون یک سازمان است و بدون روابط عمومی نمیتوان یک تصمیم گیری درست گرفت، نمیتوان یک طرح درست پیش کرد، نمیتوان ابزار و چالش ها و فرصت ها را شناسایی کرد، چون ما
روابط عمومی هستیم و میتونیم با مردم خود در تماس باشیم و هر چی چالش و فرصت باشه او را شناسایی کرده و با مردم در جریان بگذاریم. در این سو هم یک سو مردم یا مشتری در یک بود می باشه و در بود دوم خود شرکت یا خود دولت یا هر آن سازمانی که باشد، هر دو سو مفاد میکنند، چون هر دو در نظر گرفته میشن. ارتباط دو سویه است. اگر یک سو در نظر گرفته شود، نه، روابط عمومی نیست. روابط عمومی دو بوده است و مشتری را مستقیما با سازمان مرتبط میسازد. خوش باش.